90% حفاره اینو نمیدونن. اگر به این آثارها برخورد کردن بدونن به گنج نزدیک شدن. پس تا آخر این پست همراه من باش. گزینه 1 بعد از 1 متر به سنگچین رسیدی ادامه بده. گزینه 2 اگر به لایه‌های 15 سانتی زغال رسیدی که چرب بود مسیر رو ادامه بده. گزینه 3 اگر به لایه‌های آهک یا ماس بادی برخورد کردی مسیر رو ادامه بده. گزینه 4 اگر در عمق بالا در مسیر حفاری به کوزه یا سفال‌های شکسته برخورد کردی مسیرت رو ادامه بده. گزینه 5 اگر در کانال ها و در مسیر حفاری به پوست تخم مرغ یا استخوان رسیدی مسیرت رو ادامه بده. و آخرین گزینه 6 اگر گل حکمت یا پخته شده و خاک زردچوبه‌ای رسیدی بدون به هدف خیلی نزدیک شدی. پس اگه دنبال آموزش های صحیح هستی پیج منو فالو کن و منتظر پست های بعدی منم باش.